بلیاز خدا قطعا اجازه به پلانه های دشمن ندی. تو تاجیک هستی، تو پشتون هستی، تو ازبک هستی، تو چی هستی؟ پشتو زبانی خودت است. چرا؟ تو عضوی فامیل هستی. قندهاری قلبت است، پامیری چشمت است، پکتیاوال بازوت است، شرمسته‌ای قرن 21 تمام اروپایی ها زیر یک شعار منافع اقتصادی، زیر یک پرچم جمع شدن. پولی مشترک، سیاست مشترک، راه مشترک، منافع مشترک. حتی پاسپورتی وجود ندارد در مابین کشورهایی که اعضا هستند در اتحادیه اروپا. تو مسلمان، افغان، به اصطلاح نجاتت آریایی، در یک خانه زندگی میکنیم. این رأی خداست که مردم به کره مریخ فعلا در صدد تسخیر مریخ هست. تو هنوزم از پشتو، ازبکی و از قوم و از منطقه و از سمت گپ میزنی. اجازه نتین به دشمنا، قطعا اجازه نتین. در این اواخر پاهنتون نباشد، دانشگاه باشد. ببینیم حربه دشمنه، ببین لچی ما را مصروف میسازن. از برای خدا و قرآن از این فکر نمی شود که از این پوهنتون چی فارغ شود تا از دین و ثقافت و فرهنگ و من خودت دور نگاه کنم. متوجه باش در چی چیز مصروف من می سازم. به کلمه پوهنزی و دانشگاه. عقل سیکو و عقل ما و خودتم چرای طور شود، چرای طور نشود. از احساسات و احساسات نامش غیرت منده ما و خودت. جهل نامش قهرمان، ملت قهرمان افغانستان. ما به این کلمه مخالف است. قهرمانی گوریش سرش است. ژاپن به افغانستان یک روز استقلال خود گرفت. امروز ژاپن به کجا رسید؟ و ما هنوزم گدایگر، ذلیل، در بدر، محتاج، خاک بسر. من همیشه مثال میتونم، یک مثل یک تابوتی است که مردم بالاش تجارت میکنه. تابوت بالا میکنه، یک چند نفر یک چند قدم که برد خلق خدای ده پارش چنده و که چی دقیقا مری خخ کو. یا خدا جیبایش که پر کرد، باز یک چند نفر یه رزه چی استاس و نمبر دیکنه واخلی باز وا بالا میکنن. یا مردم ها بلیاز خدا یک چند نفر جمع کنیم که این مرده را گور کنیم، یا که جیبای خدا پر کردن باز دیگه. امروز ما خودت اینمو تابوت هستیم که دنیا سرمان چنده میکنه. کدام دستاوردی است از دموکراسی در وطنت؟ خداوند داود خان ببخشه که امو چیزی هم که مان در سرک که امروز ما خودت حرکت میکنیم، امو هم به اصطلاح دستاوردی امو انسانی با غیرت و شجاع بود. بفرمای نشان بده. ولی نمیخواد. اگر تو این فکر باشی که وطنی تو را دیگرها آباد میسازد، تو احمق هستی. او به خاطر آبادی وطنی تو نامده است. اگر او به خاطر آبادی وطنی تو آمده باشد و به خاطر تأمین صلح در وطنی تو، او احمق است. ولی هرگز او این کار نمی کنه. کسی که منافع ملی خود فدای منافع ملی دیگران می کند، او خائن است. او هرگز منافع خود فدای منافع ما و خودت نمی کند. یگان وقت میگن که صلح در افغانستان در افغانستان صلح و آرامی باعثی آرامی در منطقه است. یگان تا از ما و شما هم داریم یگان بسغواکی محلل سیاسی باز دبری چیز تلویزیون در اوجه در صفحه نوشته میشه کارشناس سیاسی. این کارشناس یگان تش تفسیر میکند آرامی در افغانستان، صلح در افغانستان باعث آرامی در کل منطقه است. بد کرده آرامی در افغانستان چی معنی؟ ما باید از خود تکنولوژی داشته باشم، از خود قوی مسلح قوی داشته باشم، از خود کارخانه داشته باشم، از خود دواسازی داشته باشم، از خود شفاخانه پیشرفته داشته باشم، از خود پوهنتون پیشرفته داشته باشم، از خود برق داشته باشم، از خود راه داشته باشم، از خود زراعت قوی داشته باشم، پشتیبانی اقتصادی قوی داشته باشم، روابط بین المللی و سیاست مستقل داشته باشم. در صورتی که ای باشه تو نان پوسیدگی تا از رای ترخم به ما روان میکنی، میگه فار اونلی افغانستان. چی میگه؟ اونلی فار افغانستان یا فار اکسپورت. در پاکستان کسی از این دوا استعمال نکنه که تحفه به افغانستان است. 15 تابلت میخوری
یک وقتی بود که یک دسپرین میخوردی سردرد گم میشد، حالا 15 تاشه که میخوری هیچ تأثیری نداره. چرا اون مواد اصلا در وجود نداره. ما وقتی که از خود دواسازی داشته باشم، این شیری اکسپایر شدگی تسری ما میتونی که چند تجارت بکنی. بناهن صلح در افغانستان به منفعت افغان هاست و بس. آبادی در افغانستان فقط به منفعت افغان هاست. این کلمه را باید در ذهن ما جای بدیم.